به نام فرمان روایی که فراتر از فکر من است. از محمد فروزنده قیام سپید و جمعی از طلایه‌داران اتحاد 14 برسد به گوش و قلب ارتشیان با شرف و نیروی انتظامی منتزع شده که از ظلم زعیم ظالمشان به مظلومان مستحضر گشتند. برادران ارتشی من، شما فرزندان مردم این مرز و بوم هستید. روا نباشد چون خودتان مزایای واسق و گذران زندگی و خرج خانواده دارید به فکر مردمی که شام شب ندارند و در عذاب زور و تبعیض مظلوم شده اند نباشید. روا نیست هر شهروند دردمندی که حرف و لفظش بر مزاج رهبری پیر و مریض خوش نیامد بگیرند و ببرند و بدرند شما هم شریکی کنید یا تماشا. پس غیرتتان کجا رفته ارتشیان؟ شما بدهکار این مردم هستید. سوگند اجباری دینی منشتان را فراموش کنید و انسانیت را پاسداری کنید. در اصل شما مدافعین امنیت و فراوانی مردم ایران می باشید، نه مدافع دیکتاتوران اسلامی. جان سپاری واقعی را بایستی امروز نشان دهید. من خود از جوانی و آوازه شهرتم، از خانواده و گریه های مادرم گذشتم. خرد شدن غرور پدر موی سپیدم توسط هر کس و ناکس در مقابل تماشاچیان گذشتم. اینها را برای ترحم نمیگویم، میگویم تا بدانید شرافت با ترس به دست نمی آید. قیام هزینه دارد. امروز عزیزانی دارند که دارند هر لحظه تعذیب می شوند، اما چشمانم را به رویشان بستم تا راه مبارزه بر علیه رهبر ظالمتان بسته نشود. کیست غیر از من در اوج جوانی و محبوبیتش همه دار و ندارش را فدای آزادی و ایران و مردم کشورش کند؟ شما بهتر از همه میدانید برای دستگیری من به مخبرانشان در شهر و روستا وعده پاداش هایی دادند. برادران ارتشی نیروی انتظامی، فدا شدن برای ملت و آزادی وطن بالاترین مقام انسانیت است. اگر خدا را باور دارید به حرمت اشک مظلومان دعوت صمیمانه مرا بپذیرید و از قیام سپید که متشکل از مردم عادی و بلاکش ایران می باشد حمایت نمایید. مگذارید آیندگان از ارتش ایران با نام عروسک سپاهی یاد کنند. ما پس از پیروزی با لغو سپاه قدرت، بودجه و اختیارات لازم را به ارتش خواهیم داد تا دور از توهم و خرافات با علوم و فناوری نظامی بروز جهان پیش رویم. خارج نشینی که به خاطر قدرت خواهی دم از آشتی ملی با سپاه میزند نامرد. پس خون جوانانی که گفتید مقاومت کنید و به کشتن دادید چه می شود؟ پس عمر و جوانی مردمی که در فقر و وحشت و زندان توسط این ارگان تروریست پیر شده‌اند چه می شود؟ ای ملایان بی امامه سلطنتی، برخلاف آشتی ملی شما یکی از اولویت‌های قیام سپید برداشتن بسیج و سپاه ننگین از نقشه نظامی ایران می باشد. در میانشان افرادی که هنوز دستشان به خون هموطنی آغشته نگشته، جای خرجین کشی یک بیت و چند کاخ نشین اگر به خود آیند، پس از پیروزی در جمع سلحشوران ارتشی و نیروی انتظامی قوای قدرتمند آینده که فقط مدافع مردم و میهنمان می باشند خدمت خواهند کرد. و ای بازنشستگان و اخراجیان ارتشی، من شما را فراموشتان نمی کنم. شما نیز حمایت از اتحاد 14 را فراگیر کنید. به امید آزادی. یا محمد.